اگر می‌خواهید سرنوشت ارواح سرگردان ترسناک دنیا را که با شنیدن داستان آنها ترس تمام وجودتون را فرا بگیرد بشنوید، این داستان برای شماست. در دنیا ارواح خشنی وجود دارد که داستان‌های عجیبی در مورد آنها گفته می شود و بعضی از این داستان‌ها در مورد ارواحی هستند که با تسخیر اجسام انسان‌ها را وحشت زده می کنند. در این ویدیو داستان دو جسم تسخیر شده توسط ارواح را برایتان می گویم و در انتهای ویدیو سرنوشت یک مانکن مسخره شده را برایتان تعریف می کنم. ویدیو رو لایک کنید تا به ادامه ویدیو بپردازیم. داستان عروسک آنابل. مادر یک عروسک از مغازه دست دوم فروشی برای دخترش که دانشجوی پرستاری بود به عنوان هدیه تولد خرید. دختر که نامش دنا بود عروسک را خیلی دوست داشت و در آپارتمان مشترک خود و دوستش نگهداری میکرد. نام دوستش آنجی بود. اما خیلی زود ماهیت عجیب عروسک برای آنها آشکار گردید و اتفاقات عجیبی برای آنها رخ داد. عروسک آنابل در ابتدا کارهای کوچکی مانند تکان دادن دستهایش و افتادن از روی صندلی به زمین انجام میداد که دنا و آنجی می توانستند آن را درک و توجیه کنند. اما کم کم این حرکات افزایش یافت تا جایی که این عروسک کارهای انجام داد که از توجیه و درک به دور بود و طولی نکشید که امور از کنترل خارج شد. لو نزدیکترین دوست دنا و آنجی نسبت به عروسک بدبین بود و حس می کرد این عروسک توسط ارواح تسخیر شده. اما آنجی و دنا به حرفهای او گوش نمی دادن و می گفتن این فقط یک عروسک است، تا اینکه داستان وحشتناکتر از تصورات دنا می شد. دنا و آنجی گاهی به جابجایی وسایل خانه روبرو می شدند و گاهی نیز نامه‌هایی را با دستخط بچگانه پیدا می کردند. یادداشت‌های متفاوتی برای آنها می گذاشت. به لو کمک کن، به ما کمک کن. اما گمان نمی کردند کار عروسک باشد، تا روزی که دنا متوجه خون روی دست‌های عروسک شد. عروسک در جای خود روی تخت قرار داشت، اما لکه‌های قرمز روی دست‌هایش نظر دنا را جلب کرد. او به طرف عروسک رفت و دریافت مایع قرمز رنگ از درون خود عروسک بیرون می آمد. دیگر قضیه عروسک جدی شد و دخترها از یک مدیوم احضار کننده روح کمک گرفتند. مدیوم بعد از یک جلسه احضار روح به آنها گفت جسد دختری به نام آنابل در زیر زمین آپارتمان دفن شده است. روح آنابل با دیدن عروسک به آن علاقه‌مند گردیده و آن را تسخیر نموده است. دختران با شنیدن داستان آنابل دلشان به حال دختر مرده سوخت و تصمیم گرفتند که عروسک را نگه دارند. اما داستان وحشت انگیزتر از چیزی بود که برای تصور می کردند. آنها مجبور شدند دوباره از کسی کمک می گیرند. روزی دوستشان لو به خانه آمده بود که شب از خوابی عمیق بیدار شد، اما توانایی حرکت نداشت. لو به اطراف اتاق نگاه میکرد اما چیزی نمیدید. پایین را نگاه کرد و دید آنابل از پایین پایش به بالا می آید. عروسک به آرامی شروع کرد به بالا رفتن از پای لو. از روی قفسه سینه‌اش رد شد و بعد دستهای عروسک دور گردن او قفل شد و شروع کرد به خفه کردن لو. لو پس از این اتفاق از هوش رفت و روز بعد به هوش آمد و نمیدانست که این اتفاق کابوس وحشتناک بوده یا در واقعیت برایش پیش آمده است. اما روز بعد اتفاقی افتاد که او به وحشتناک بودن عروسک پی برد. هنگامی که لو در اتاق آنجی بود صداهایی از اتاق دنا شنید، در حالی که دنا اصلا در خانه نبود. لو فکر میکرد کسی بی اجازه وارد خانه شده،
اما متوجه صدا شد. صدا مربوط به آنابل بود. لو به اتاق دنا رفت و عروسک را به جای آنکه روی تخت ببیند روی صندلی دید. لو هنگامی که میخواست به سمت عروسک برود ناگهان کل بدنش فلج شد و احساس فلج در منطقه قفسه سینه‌اش بیشتر میشد. لو به پایین پایش نگاه کرد و روی آن 7 اثر پنجه، 3 ضربه عمودی و 4 ضربه افقی دید. لو با وحشت به اطراف خود نگاه کرد اما هیچ کس را در آنجا ندید و تنها چیزی که به ذهنش می‌رسید آنابل بود. اما خراش روی بدن لو همه را ترساند. اما این خراش در طی 2 روز به شکل عجیبی خوب شد و دیگر اثری از آن باقی نماند، در حالی که به جای پنجه‌های همگی داغ و سوزان بود. بار دیگر دختران به فکر چاره افتادند و این بار از یک کشیش به نام پدر هگان کمک گرفتند. اما این کشیش به آنها گفت این موضوع مربوط به ارواح است و به قدرت بالاتری نیاز دارد. آنها با اد و لورن، زن و شوهری که مانند شکارچیان ارواح بودند، تماس گرفتند و به این موضوع پی بردند که عروسک روحی شیطانی و غیر انسانی دارد. این زوج اعلام نمودند که این عروسک تسخیر نشده اما توسط یک روح کنترل می شود، زیرا اشیاء بیجان نمی توانند تسخیر شوند. اقدامات زوج به موقع بود، زیرا اگر کارهای آنابل ادامه داشت می توانست موجب مرگ یکی از اعضای آن خانه شود. این زوج معنویت فضای خانه را با کلماتی بالا بردند که شامل 7 صفحه جملاتی بود که طبیعتی مثبت داشت و مانع ورود شیطان به خانه میشد. آنها عروسک آنابل را برای نگهداری به موزه خود بردند و برای جلوگیری از حملات عروسک آنابل روی آن آب مقدس ریختند، زیرا این خانواده میگویند زمانی که عروسک را با خود بردند او اقدام به کشیدن ترمز ماشین و منحرف کردن فرمان ماشین نمود، اما وقتی روی آن آب مقدس ریختند به نظر کارساز بوده. عروسک آنابل حالا در موزه اد و لورن داخل یک جعبه شیشه‌ای با هشدار باز نکنید نگهداری می شود. داستان مانکن. امروز مادرم یه مانکن برای من خرید تا محصولاتم رو توی ویترین فروشگاه بذارم. مانکن به طور غیر معمولی سنگینه، اما با وجود اینکه یه مانکنه معتقدم زنای بیشتری رو به سمت مغازم جذب میکنه. 5 ژوئن 1922 من امروز توی مغازم کار میکردم که یه مشتری نگران به من گفت که مانکن به اون خیره شده. این عجیب بود، چرا که مانکن چشم نداشت، فقط یک صورت خالی بود. برای بررسی مانکن رفتم و منم احساس کردم به شدت به من خیره شد. عجیب بود. فردای اون روز امروز صاحب مغازه بغلی من گم شد. غم انگیزه. ما دوستای خوبی بودیم. همچنان به نظر میرسه که مانکن منم گم شده. دزد مانکنمو نمیبخشم. پس فردا یعنی 7 ژوئن 1922 من مانکنمو پیدا کردم. مثل اینکه فرد فقیری لباسهای پیرمرد فقیر این محله که به تازگی مرده رو به تن مانکن من پوشونده بود و دوباره به ویترین برش گردونده. به خاطر این اتفاق حالا من مظنون به قتل اون پیرمردم، مظنون یه آدم کشی. این وحشیانه بود. نمیتونستم منتظر بمونم مسبب اصلی این کار پیدا شه. 8 روز بعد 15 ژوئن 1922 امروز من جدی مظنون قتل پیرمرد بودم. خیلی ترسیدم. چرا پلیس فکر میکرد کار منه؟ و چندی بعد متوجه شدم شخص یک صفحه کامل از دفتر خاطرات منو کنده. برای جایگزینی اون صفحه پایان ماه رو جمع‌بندی میکنم. من به خاطر کافی نبودن شواهد از ماجرای پیرمرد تبرئه شدم، اما حالا خواهرم گم شده و فردی لباساشو تن مانکنم کرده. اون آدم واقعا یه دیوونه است. مشتریام همچنان داستان خالی شدن جای مانکنم رو توی ویترین مغازه برام تعریف میکنن.
اونم در حالی که کسی توی مغازه نبوده که جابجاش کنه. من قصد دارم مانکن رو پایین بیارم و بفروشم. اون باعث ترس مشتریان میشه. 5 ژوئیه 1922. چیزی در حال رخ دادنه. صدای مردم رو میشنوم که شبها در خونم رو میزنن و میگن پنجره من ترک خورده و هنوز مشتری برای مانکن پیدا نکردم. من یه آگهی برای فروش ارسال کردم اما هنوز یک نفر تماس نگرفته. 10 روز بعد. مادرم، اونم گم شده. لباس مادرم روی مانکنه. باورم نمیشه. یه هفته طول کشید تا کاملا متوجه و قانع بشم. ممکنه دیوونه شده باشم اما فکر میکنم همه اینا زیر سر مانکنه. این دفترچه خاطرات در 18 جولای 1922 بعد از مفقود شدن مردی در استنفیلد در خانه‌اش پیدا شد. لباسهای او در تن مانکن مزونش دیده شده. مانکن به فروشنده‌ای در نیویورک فروخته شد. پایان.